بیان که از غم ها گریزم، سر شب تا سحر پیمان دارم. ای وا گل من، زیبا گل من، نگفتی که نمایم تو خیلی گردن بند باشه. عجب زمایه. انال این کار بکنم، ببرم که به زیر کرسی بگذارم، که من به خیر خوشی گرم بشم. تو بیا بیا بیای، قسمت خدا کنه نیایه. یا گردنم بند باشه یک زغنده نشه، کیت مگرم پامو خلوب بزنه. بلد شدم. سختی سرک تو چم نمیدین. جل شیر مادرمه، شیر مادرمه، شیر مادرمه. خورستی کو ما که به شیر مادر کلون نشد و مادرم اختلاط میکرد، گفت اکبری تو 2 مازدا شیر خشک استندی، تو به شیر خشک کلون شدی. ادرا بگم شیر مادرمه؟ نه، شیر خشک، شیر مادر شیر خشکا، شیر مادر شیرا خشک. ها شیر مادر شیرا خشک. شیر مادر شیرا خشک، شیر مادر شیرا خشک. ناله آخ خیلی موبایل خود نبردم که زنگ میزن. من ناله میگفتم ناله یک ازمون خوش که اصلا تلم نمونه که دیگه برسه. نه شیر مادر شیرا خشک، شیر مادر شیرا خشک. ناله بقیل از این خیلی کردم، همین یک تبرک از اینجا بزنم.
بگم چه کار میکنی تو؟ نه سرکلالا بابا شده خیا چه کاره؟ تو چرا درختار میشکنونی؟ تو بر بخور بالا پا من الله همیتونه درختار مردم که بشکنی همیتونه دگه خیا میگم بله تو چه درختار میشکنونی؟ بله شما ای امینه که همه هرچی میام میبینم درختار شکستونده هم هرچی درخت و کنار تو میشکنونی؟ مادر ما ازم نداریم گفتم گناه داره کی ازم داره؟ ما ازم دارم تو چرا درختار من میشکنونی؟ گناه داره ما ازم نداریم ما برادرم گناه داری؟ تو از کجا هستی؟ بچه کینی تو؟ ما بچی حسن جسکله ازیر بیدای خب بچه اصلا جایزکله هر کی هستی تو چرا درختار من میشکنونی؟ ازم نداریم ما همه هر کی ازم نداشت مگه بیای درختار مردم بشکنونه؟ مادر گفتم برو گونی بده انان ما با تو مادرتو نشون میدم تو صبر بکنه بسته زمار میشکنی یا هم هرچی میان میبینم کنها درخت شکسته هم هرچی میان تو سیکو که کنها درخت همه ریف کرده بسته کن این دفعه تور گیر کنم مردی بیا میجی نمیستکی بیا بسته کن من پیش پاد بمیره 100 سال زنده باشی دشمنات بمیره گل دانه دانه چشم و چراغ خانه این کنده ها چی باشه که تبر بزنم این تبر بزنم برو از این چه که ایزمون کار از این همه زحمت کشیدم آخری همین صاحبی بیامد این جگاه دیگه فلک فردوس نمی آید مرد کلکو نکو که صاحب زمان میفهمه میبینی که ما آدم مسکینی و تبر حوال باشی کس میبینی که مسکینیم تو بستوندی اینجا میبینی که به مسکینیم
درختا مفتی گیر کردی کوکو؟ بله خوب درختا مفتی گیر کردی نیه؟ گردن من باشه نه غریبی یخن کنده خب غریب یخن کندی یا؟ یعنی زبون نداری؟ بیای و در سرا بگی کوکو یک درخته که شب زمستون یک درخته که بده که یا سر کنو یا همی کنیر بکنو زبون نداری؟ مادر من گفتم برو ازون بیاره ازون بیاره گو؟ کرسی من یخه تو به چی کینی؟ بله یا بذار کجا هستی به چی کینی که ما تو رو بشناسم بفهمو من ازر بدای ازر بیدا به چی اصلا جاز کله میگم تو رم کتکی خواهی دو دوست بودی دوست اوه. نه ای که دوزی گفتم میشه گردن من مادر من گفتم اون مادر تو گفتم غریبی. که یعنی به کلینی می دوزی یادگیری ها دوزی نیه کوکوش این دوزی نی که تو درختم رسا که نصف کندار بشی کسی نی وقتی این جسم میکنه با اینجا جسم میکنه تی جسایی تو بلند میشه تو سه که درخت میشه غلط کردم غلط کردی ها آه. تو به غلط کردن یلدو آه خب چری ها چری ها دادی ها تو چه میکنی ها 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 بابا جون هیچ بابا جون تا تور چلاق جون تو نکد و توار خوب گونی خور میداری میری بده بده دیگه چشم برو دیگه بده چشم بده برو بده دیگه بده تیز دیگه تور ده بیرون این دفعه تور بیرون پست تور بکنو ما چه قدم از این درخت ها زحمت میکشم که تو یک کیله بکنی ببری تو سیکو کونی تازه تو سیکو که ایشته اینا رو بکنده بردش یک طور خدا هدایت کنه بخی تو مقدر عقل تو نمیکشه چه قدم هم از اینا زحمت میکشه که تا یک جسم ببر میرسه تو یک کونه ها میکنی میری خجالت هم یک نرمه کجا بده بابا؟ تا چه؟ و اینا کجا بده بابا؟ دمی که به شما با شما میگم برین گل وقت از سر درختا خو و از سر زمین خو خبری بگیریم کل برف ما نمیکنه خب برفتون تا بخشه رفتم به تا بخشه میینو صدا تواره این کین حال سعی میگم پشت دیوال یک سر دیگه ریشه ها درختار میزنه با پشت باغچه توارم به دست یک سر میشکنه خط بخره کونی تازه تو سگو که دیشت توری پوره کده بود کی بود اگه نشناخته؟ میگفت اگه بچه اصلا جز کله یا از زر بیدام خور معرفی کرد من میرم تو زدم که چلاق جونه کردم بابا دوتا دیگه هم بیشتر میزدن اون روز هم برفتن دوتا شاخچا کلون بشکسته بودن برده بود من کی شکستونده بود از این بعد مگر یک روز دمیم خودشون برن سر می درختا اول بگیریم زمستونه بریم به سر بریم من میام